اگر میخوای با مردی که دوستش داری ازدواج کنی، همه کار براش انجام بده. مثل یک خدمتگزار. همه جا در اختیارش باش. اگر اون رو اولویت زندگی خودت قرار بدی و خودت رو فراموش کنی، عاشقت میشه. رازهای زنانگی. اگه دوست داری باهاش ازدواج کنی، به این سوالات جواب بده. عین یه مادر مراقبشی؟ وقتی به خونش میری، اکثراً براش غذا میپزی؟ همیشه کارهاش رو براش انجام میدی؟ همیشه براش هدیه‌های ریز و درشت میگیری؟ همیشه برای بیرون رفتن پیش قدم میشی؟ هر کاری براش میکنی؟ هر جا و هر وقت که بخواد کنارشی؟ به خاطرش از تفریحاتت گذشتی؟ غر زدن‌هاشو تحمل میکنی؟ تو این رابطه رو نگه داشتی؟ و هستی که دنبالش میدویی؟ عزیزم، اون با تو ازدواج نمیکنه. تو همین الانشم هر چی داشتی و میتونستی رو بهش دادی. لازم نیست پرستار یا مادرش باشی. مشروبش باش. با نادیده گرفتن خودت توی رابطه، اونم نادیدت میگیره. انرژیت رو روی خودت بذار. استیو و شری توی 2 کتاب بهمون میگن که اول نشونه های مرد عاشق چیه و دوم این که چطور رفتار کنیم. میخوام خلاصه ای از این 2 کتاب رو براتون بخونم. پس تا انتها همراه من باشید. با استفاده از این کتاب می توانید به ذهنیت یک مرد پی ببرید و بهتر او را درک کنید تا بتوانید برنامه‌ها، رویا و خواسته‌های خود را اجرا و عملی کنید و بهتر از همه بتوانید بفهمید آیا قصد دارد آینده‌اش را با شما بسازد یا فقط برایش یک بازیچه و سرگرمی هستید. بنابراین مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن رفتار کن. هیچ جمله‌ای به این صداقت نیست. مردان ساده هستند. ابتدا این جمله را بپذیرید و در ذهن خود وارد کنید. سپس مطالبی که در این کتاب می‌آموزید کم کم برای شما جا می‌افتد. اگر شما دقیقاً متوجه شوید که یک مرد چگونه عشق می‌ورزد، می‌توانید بفهمید که مردی که در مقابل شما قرار دارد آیا واقعاً شما را دوست دارد یا نه. چطور می‌توانید متوجه شوید؟ خیلی ساده، او یکی از 3 کار زیر را انجام خواهد داد. اعتراف کردن. اگر مردی شما را دوست دارد، می‌خواهد به همه بگوید ببین این خانم همسرم است یا این خانم نامزدم است یا مادر بچه‌هایم است یا خانمم. به عبارت دیگر شما یک عنوان دارید. یک عنوان رسمی فراتر از این جمله که این خانم دوستم است. به همین دلیل مردی که شما را در قلبش جای می‌دهد، مردی که واقعاً به شما علاقه دارد، برای شما عنوان مناسبی را در نظر می‌گیرد و این عنوان را به همه اعلام می‌کند. از بودن کنار شما احساس غرور می‌کند. برای شما برنامه‌هایی دارد. می‌خواهد با شما یک رابطه طولانی مدت و با تعهد داشته باشد. به همه اعلام می‌کند تا بدانند چرا که قصدش برای ازدواج با شما جدی است. این کار مقدمه یک رویداد بزرگ است. تأمین کردن. وقتی مردی به شما علاقه‌مند است و شما با افتخار به او پاسخ مثبت می‌دهید، می‌خواهد همه نیازهای شما را برآورده کند. به زبان ساده‌تر، مردی که شما را دوست دارد، درآمدش را برای تأمین نیازهای شما هزینه می‌کند. این امر در واقع هدف یک مرد است. در زندگی به دنبال هرچه بدوی از تو فرار خواهد کرد، خصوصاً اگر با سماجت یک مرد را دنبال کنی. هشدار، اگر فقط ظاهرت را به رخ مردان بکشی، آنها شاید در ابتدا به بدنت جذب شوند، اما بعد فرار خواهند کرد. چرا مردان از دست زنان سمج فراری هستند؟ زیرا رفتار این زن نشان می‌دهد که او فاقد اعتماد به نفس است. با اینکه تازه آشنا شده‌اند و اساس رابطه متزلزل است، زن هر کاری برای او می‌کند. تو می‌خواهی محبتت را به او نشان دهی، اما او چه می‌بیند؟ او زنی درمانده و محتاج توجه می‌بیند. اشتباه دیگری که یک زن می‌تواند مرتکب شود، خودتنبینی است. وقتی سر قرار هستید، هرگز نباید راجع به جراحی پلاستیک صحبت کنی. فرصت تعریف و تمجید شنیدن را از خودت نگیر. این همان وقتی است که باید از زیبایی باطن و بیرون خودت مطمئن باشی. نگرش تو نسبت به خود چیزی است که مردان در مورد تو باور خواهند کرد. اتفاق دیگری که ممکن است بیفتد این است که یک زن زیبارو می‌تواند خودش را در چشم مردان زشت جلوه بدهد. تنها کافی است اعتماد به نفس پایینی داشته باشد. مردان نباید حس کنند صاحب زن و زندگی شدند. اگر همیشه خانه اش را مرتب می‌کنی،
اگر همیشه برایش غذا میبری و در هر لحظه کنارش آماده‌ای، او به تو به چشم یک دختر وفادار که همیشه حضور دارد نگاه میکند و دیگر برایش جذابیتی نداری که بخواهد تو را به دست آورد. لازم نیست در رابطه پیش از ازدواج خودخواه و سمی باشی، ولی ضرورتی هم ندارد که خدمتکارش باشی. تو معشوقش هستی یا بردش؟ از چه میترسی؟ از اینکه رهایت کند؟ پس تو اعتماد به نفس پایینی داری. چرا ارزش‌هایت را به خودت یادآور نمی‌شوی؟ آن زندگی رویایی که می‌خواستی همین بود، پر از حس تحقیر شدن. مردان می‌توانند زنی که هیچ قوانین و شرایطی ندارد و برای خودش احترام قائل نیست را از فاصله دور تشخیص دهند. می‌دانند که چنین زنی فقط به درد سرگرمی می‌خورد. هرگز به آسانی تسلیم نشوید. در ابتدای رابطه خواسته‌ها و نیازهایتان را بگویید. مردان از لحظه شروع رابطه می توانند تشخیص دهند که این زن اعتماد به نفس پایینی دارد یا نه. پس برای خودت ارزش قائل شو. اعتماد به نفست رو بالا ببر. از اینکه کسی رو از دست بدی نترس. دیگران باید نگران این موضوع باشند. یادت باشه تو لیاقت بهترین ها رو داری. ممنون که تا اینجا همراه من بودی. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتی حمایتم کنی.